سلام عرض کردم. شب و روزتون بخیر. آقا این خرداد دومین سال روی کار اومدن شیخ-فریه. این اصلا کلیدساز که با کلی پشت هم اندازی و خالی بندی و چاخان بافی روی کار اومده بود، حالا بعد از 2 سال با گوش آویزون و کلید زنگ زده اومده پشت تیریمون تا بازم از وعده‌های دوغکی حرف بزنه. این دولت در طول 22 ماه گذشته تلاشش بر این بوده که در هر زمینه‌ای که به مردم وعده داده تلاش کنه اون وعده ها را عملی بکنه. یعنی نجات اقتصاد ایران، احیاء اخلاق، تعامل سازنده با جهان، 3 وعده‌ای که در انتخابات به مردم داده شد. اقتصادو که خیلی نجات دادی، اونقدر نجات دادی که خودت پس پریروز اومدی گفتی دراز به دراز افتاده تو اتاق CCU. تعامل با جهانم که نگو، در این قضیه پاپاسی سرمایه گذاری و یه قطره رفع تحریم. احیای اخلاقم که والله من نمیدونم چه صیغه‌ایه، اما بیشتر شبیه سوسی میمونه که میخوای باهاش باقی غذاهای گندیدتو به خورد سگ و سیلای نظام بدی. سوسی که خودت هم نتونستی بخوریش و تو بجنور باعث شد اینجوری رودل کنی. شما امروز بالاترین مشکل اجتماعیتان بیکاری است. بیکاری جوانان، بیکاری پسران، بیکاری دختران، بیکاری تحصیل کردگان، بیکاری دانشگاه رفته ها. چرا ما باید امروز با این معضل روبرو باشیم؟ ایران با عظمت، این همه معادن، این همه سرزمین آماده، این همه جوان لایق و تحصیل کرده، پس معلومه ما باید حرکتی از نو آغاز کنیم. بعد 2 سال میخوای تازه حرکتی از نو آغاز کنی؟ پس تو این 2 سال چه غلطی میکردی؟ تو این 37 سال با نظام لکنتیتون چه غلطی میکردی؟ یه جوری چرا میکنی هنگار همین الان از چراگاه برگشتی، هنگار نه انگار 37 سال خودت یکی از دزدای عمامه‌دار همین حکومتی. بعد این همه سال بخور تازه سوالت شده که جوونا چرا بیکارن؟ حقا که روباه بنفش که میگن همینه. اما گذشته از این حرفا بریم یه سری به خود ورق پاره‌های حکومتی هم بزنیم، ببینیم اونا کارنامه شیخ-فری رو چطوری میبینن. در 2 سال اخیر که نیمی از عمر دولت 11 را سپری کرده ایم، 10 اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بودند، از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبانهای مختلف هشدار دادند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهراً گوش شنوایی در کار نیست. حالا ممکنه شیخ-فری بگه این حرفای شریعت نداریه و اصلا طرف دلواپسه و خلاصه با دولت تدبیر و امیر لجه. باشه بریم ببینیم خود جام زهریا چی میگن. عملکرد اقتصادی روحانی با توجه به اینکه تا حدودی توانسته است تورم را کنترل و مهار کند، هرچند از رشد اقتصادی مثبت خبری نیست. البته در درس حقوق شهروندی به رغم اینکه حرفهایی زده شد، اما در عمل اتفاق چندانی نیفتاد. پس نمیتواند نمره قبولی در درس حقوق شهروندی دریافت کند. بنابراین لازم است رئیس دولت تدبیر و امید در شهریور ماه بر سر کلاس‌های جبرانی حقوق شهروندی حاضر شود. بفرما. خود ورق‌پاره‌های باند کوسه هم میگن که طرف تجدید شده. تیبیریش هم 2 بوغلی میرزا رو به عنوان کارشناس آورده تا درباره کارنامه شیخ-فری فک جنبونی کنن.
یکیشون که جام زهری بود سیاست خارجی شیخ فری رو ریخت تو مایتابه و با سیرداغ پیازداغ تنش زدایی به خورد بیننده های تیویریش داد. ببینید در رابطه سیاست خارجی انصاف قضیه آدم بخواد اگر ارزیابی کنه، دولت آقای روحانی پیشگام بوده و واقعا نقش اساسی بر واقع ایفا کرده. اون فضای مسموم و فضای بسیار نامناسبی که در دولت گذشته در سطح جهان بر علیه جمهوری اسلامی ایران و به اصطلاح مردم ایران در واقع ایجاد کرده بودند، با تشکیل دولت تدبیر امید فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی در واقع تغییر داد و الان واقعا فضا خیلی به نفع جمهوری اسلامی ایران هست. از اون طرف یه دلواپس هم تو همین برنامه تیویریش بود که بلافاصله گذاشت تو کاسه جام زهری و تعامل شیخ فری رو به باد تمسخر گرفت. اینه که به مردم بگیم آقا در دوران 8 ساله دولت گذشته همه دنیا به ما بد و بیراه میگفت و دشمن ما بود و حالا همه به به و چهچه میگن. واقعا اینجور نیست. شما الان موضع‌گیری هایی که بعضی از کشورها تو منطقه یک کشتی میره رئیس جمهور یک کشور به اصطلاح کوچولوی تو آفریقا گردن کشی میکنه، حرفایی میزنه. این از اعتراف خودیاب و نخودیای نظام به شکست شیخ فری، اونم بعد از 2 سال نرمش و اداب و اصول و غیر و غمیش. حالا که تا اینجا اومدیم خوبه یه بارم از عینک موشکاف به کارنامه شیخ فری نگاه کنیم. موشکاف دنبال آمار و ارقام و این حرفا نیست. موشکاف اول یه نگاهی به گردمای پاریس میندازه، بعد یه لبخندی میزنه و میگه اوهوی شیخ فری یه سوتی. اومده بودی دشمنای نظام رو ناکار کنی؟ بفرما، اینم کار دشمنای نظام و دولت ناکار تو. همین واسه کل کارنامت بسه.